هفته‌ای که گذشت روز مرد داشتیم. تبریک میگم. تبریک عرض می‌کنم. تبریک نباید بگم ولی شما تبریک میگم. به همه تبریک میگم بچه‌ای که پشتن. ما این اولین ویدیومونه که انقدر پشتمون شلوغه، اصلا یه حال عجیب و غریبی هستیم. های everybody. معرفی کنیم مهمونمون رو. این اولین ویدیوییه که ما مهمون داریم. ولی میگیم نه معرفی نمی‌کنیم. معرفی ما اعتراضی نمیتونیم داشته باشیم. مهمونمون این اپیزود رها خانومه. اگر سلام علیک خاصی دارین بینندگان با سلام. آره سلام علیک بکنین، خودتون رو معرفی سلام بکنین. عرض ادب خدمت شما. رها هستم. رها خانم چند سالتونه؟ رها خانم بنده متولد 57. دو نسل مختلف اینجا نشسته داره صحبت میکنه. آقا ما هفته پیشمون که روز مرد رو داشتیم قراره راجع به مردونگی صحبت بکنیم. اولین چیزی که میخوام بگم اینه. شاید براتون عجیب باشه چرا رها خانم اینجاست. اصلا بحث این اپیزود ما اینه که مردونگی به جنسیتمون نیست. آیه محمد خان جانم شما مردونگی رو چی میدونید؟ مردونگی اول از همه به ایثاره، به اینکه چقدر از خودت میگذری و به بقیه میدی. مردونگی رو تو ایثار میبینید؟ بله اگه آقا اجازه ادرسه فدا کن. شما خانم بابا تو رو قرآن دیگه رفت رفته شل کن لذت ببر. شما همه تو مردونگی اینشاته. رو تو چی میبینید؟ من مردونگی رو تو غیرت میبینم. تو غیرت. ما الان داریم میگیم از همون اول که مردونگی هم برای خانوما هم برای آقایون. بله. غیرت رو ما صرفا توی آقایون تعریف کردن برام. نه همچین چیزی نیست. غیرت تو خانوما هم هست. چجوریه غیرت؟ خیلی خانوما هستن که مثل مرد هستن. شما خیلی هم مردا رو میبینید که اصلا مرد نیستن. اینکه فقط اسم مرد بودن رو یدک میکشن. فقط ایشو سیبیل دارم. دقیقاً. و اینکه مرد بودن به این نیست که چون مرد اولویتی زندگیه. اصلا همچین چیزی نیست. بله. فکر مثل کنم همین که یکی از درست‌ترین جمله‌هایی بود که من میشنیدم. سوسماس داشت، اما مثل این میمونه که مثلا بگی که یکی هست مثلا 5 سالشه مرده، یکی هست بگی 27 سالشه 30 سالشه. خب حالا همین این دیالوگ الان من نبود. حالا این دیگه بعد بحث میگفتم میشه. این ما الان قبول داریم که مردونگی با پسر بودن فرق میکنه. مرد و پسر با هم فرق میکنه. چی میشه که یه پسر به مرد تبدیل میشه؟ من بگم سختی و ایثار، ولی سختی با ایثار، یعنی بدون اون نمیشه. یعنی ببین میدونی زغال خب وقتی تو سختیه به الماس تبدیل میشه، ولی ببخشید پهن تو سختی باشه هیچ تغییری براش ایجاب نمیشه. یعنی باز به اون جنس خود آدمه برمیگرده دیگه. یکی تو سختی مرد میشه، یکی تو سختی نامرد میشه. That's right. صداش نیومد. بیشتر به ذات آدم. گفتن بیشتر به بعد از این ور یه آهنگ بیله بیله میشه سیاسفید کنی اینجا رو؟ نه خیلی کار سختی نمیتونم. ادیتور ما رو نگاه. سال حالا قبلی حتی نپرسیدم. سوال قبلی من همراستا مردونگیه. بودم گفتم، اما این سوالی که گفتی میشه به این اشاره کرد که محمد گفت مثلا سختی و ایثار. من میگم بالا پایین زندگی. شما وقتی از بالا به پایین میخوری این باعث میشه دوباره به بالا حرکت کنی. یعنی مثلا باید سختی بکشی که بتونی به اون درجه برسی که رو پای خودت وایسی مرد بشی. ولی مثلا اگه بابات پولدار باشه یا مثلا وضعتون اوکی باشه، حالا سختی نداشته چی پول برش کن، سختی نداشته باشی، زندگی رو روال باشه، همه چی تراز باشه، خب این باعث نمیشه که تو نه قبول ندارم. صرفا به فقط پوله درجه نیست که آدم مردونگی برسی. پول نیست. گفتم فقط پول میتونی نیست. تو آدم آره. پولداری باشی ولی اینقدر سختی کشیده بود، چون پوله فقط آدمو چیز نمیکنه که خوشبخت نمیکنه که. تو پول داری ولی هزاران درد داری. فکر کن تو پول داری مولتی میلیاردری مادرت مریضه. بله خب پول هیچ دردی نمیخوره. موافق حرف من هستی؟ آره. اصلا موقعیت اجتماعی نیست. من منظورم اون سختی کشیدن است دیگه. تو هم مثلا سختی کشیدی. باید بدبختیش کشیده باش. مثلا دیدی یارو لنکروز میخره همه میگن وای دزدی کرده فلان. خب تو ندیدی این بدون اینکه به ساعتش نگاه کنه کار کرده. پاره شده. بقول خودمون زحمت کشیده. شما از نگاه یه خانم چیه نظرتون؟ چی میشه یه پسر مرد میشه؟ یا حتی یه خانم چی میگن یه دختر زن میشه؟
به نظر من مرد باید بزرگ بشه. اینکه مردا فکر میکنن که چون مردن خیلی بزرگن، ولی این نیست. مرد باید توی خانواده بزرگ بشه که استوار بار بیاد، پایدار باشه. این نیست که شما الان میگی مردا باید سختی بکشن. نه، خیلی مردمون هستن سختی نمیکشن، ولی خب خیلی راحت میتونن به درجه های خیلی بالاتر برسن. اون فکرشونه که میتونن خودشونو بالا بکشن. این نیست که حتما باید بری کار کنی، نمیدونم الان شکست خوردی دوباره بلند شی. نه اصلا همچین یعنی خبری شما میگین بدون سختی کشیدن هم آدم خیلی تبدیل کس میشه؟ بله، خیلی نه موقع الان موضوع هستش اصلا که مرد جنسیته نیست، مردونگیه. ببینید نه ببین یعنی یه منظورش اینه که بدیهیتی بدون داریم، سختی هم خب یعنی که میشه. اخلاق رو رعایت کنیم. مثلا من به شما دروغ نگم، شما به من دروغ نگید، این بدیهیه. خب مردونگی اینه اگه شما به من دروغ گفتین من به شما دروغ نگم. میدونی یعنی یه چیزی فراتر از اون بدیهیات زندگیه که میدونی یه چیز ساده ای نیستش. ما داریم راجع به اون مسئله، اون صفت مردونگی الان داریم صحبت می‌کنیم. شاید مثلا منظور موضوع یه جای دیگه رفت. منظور رها خانم میدونی چیه؟ میگه که با حرفای ما موافق نیست که ما میگیم باید سختی بکشیم مرد چی. میگه نه، خیلی ها هستن که بدون سختی مرد میشن. نوع فاکتور ذهنیت، اصلیشون نوع خانواده است. تفکر یعنی خانواده، مرد اون بار. ریشهه، اونم بالاخره من خودش رو خودم بازم منم با بچه‌ها هم نظرم. به نظر من اون مرد شدنه مثل این فیلم‌های ابرقهرمانی باید یه سختی و یه رنجی رو رد بکنی. این رنجه فقط هم بحث کار نیست. بیا یه حالی، یکی با شکست عشقیه، یکی میره خدمت غرورش خورد میشه، یک رنجی رو از یه حدی باید رد بکنی تا اون مردونگی توت فعال بشه. این حتی برای خانومام صدق میکنه. اون فشاره باید باشه تا مرد بشی. به نظر من مرد باید به بلوغ فکری برسه. خب دیگه این ما که میگیم باید به بلوغ فکری برسه که بگه من مردم، بتونه همه ساختارهای یه خانواده رو بتونه تامین کنه. ما همینو میگیم. ما میگیم چی میشه که به اون بلوغ فکری برسیم. اون فشاره است که من تو رو به نمیگم با مشقت، من میگم با فکر، تفکر زیاد. تفکر زیاد، فهم زیاد، شعور زیاد. با کار کردن، سختی کشیدن، الان زمین خوردم الان بلند میشم نیست. اینم یه نظر. این خودش یه تفکر، این خودش یه یه دید عقیده است مختلفی دیگه. آره هست. این که یه خانوم الان تو ویدیومون نشسته پوینتش اینه. ما ستامون پسریم با هم نظریم که چی میشه که یه مرد میشه، ولی از دید یه خانوم اصلا فشار و سختی نیست، تفکره، نوع روشن ذهنیت است. فکریه که مردم مرد میکنه. به نظر خیلی اصلا خیلی سختی کشیدن ولی واقعا مرد نیستن تو زندگی. انقدر سختی کشیدن وقتی وارد یه زندگی میشن فکر میکنن که نه الان چی شده، من وارد یه زندگی شدم چون سختی زیاد کشیدم باید الان این زندگی رو یه مدل دیگه ای بخوام شروع بکنم. بعد اون فشارهایی که تو اون زندگی حالا داشته قبل قطعا تو زندگیش تاثیر میذاره. خب الان یه سوال جالبتر میشه پرسید، اونم اینه که فاکتور اصلی یه مرد چیه؟ از دید شما. مرد باید چی داشته باشه مثلا؟ چی می‌خواید تو بریم چشم و میاد؟ بچه‌ها فکر کنید شما؟ آره. شما فاکتورتون چیه؟ فاکتور فاکتور. اصلی مرد؟ محمد علی من بیشتر فاکتوری برای نه، شما فاکتور میتونی نه. به پتروس محمد فداکار اشاره رزمنده کنید. میخواد، یه مش مرد میخواد برای 8 سال دفاع نه مقدس. داستان اون سختیه. من گفتم اون مثلا زغال سنگه تبدیل به الماس میشه، به اون خودش هم بستگی داره. یعنی اون سختیه فقط باعث نمیشه معیار یکی نیست. مرد بشه. اون چیزی که درون خودش هم داره، اون چیزی که تو ماهیتش. جیبش هم مهمه. چقدر خودش آدمه، چقدر اصیله. میدونی اون شما سختیه مثلا در میگی کنار چون اون. مرد با مادیات نداره شما به اون نه میگید نه یعنی نه که نه چون به منظورم خاطر منظورم من فکر پولشونه. میکنم ریشه و مثلا ذات درونیش باشه. به نظرم اینه، 100%. درسته؟ اینم باز نه برمیگرده به اون خانواده. سختیه. منظورم این نیست که بره مثلا پیک موتوری بشه حتما مرد میشه. خب منظور من اینه که یه انسانی خب ته یه مسیری خب یک سری سنگی جلو پاش میزنن، خب که اگه بتونه از اون عبور کنه، از اون اون گذشت مرحله کنه، ها رو اون مرحله ها رو بگذره. بتونه رد کنه و ته کار به قول یه آدم درستی از اون مرحله بیاد بیرون، اونجاست که میتونه بگه من قطعا مردم. همینه. وقتی که مرد شکست میخوره اگر فکر داشته باشه با افکار خوب بره جلو قطعا خودشو بلند میکنه. بعضی از مردا هستن با یه شکست خودشونو میندازن
دیگه زمینگیر نمیرن میشن. دنبال این که آقا من این شکست خوردم حالا بلند شم. همه مردا اینطور نیستن. من یه چیز جالبی بگم. یه چیزی بگو. اون چیزی که بلند بگو صدات بیاد. اون چیزی که خانم گفتش، خب میگه بستگی به خانواده داره. خب خیلی موقع هم بوده یه خانواده بوده، شاید مثلا اون افراد خانواده شاید نمیشه درست بیان کنم، شاید جالب نبودن، ولی از اون خانواده فقط یه نفر درست در اومده. دقیقاً. خب یه نفر مرد در اومده. شاید مثلا یه خانواده بوده با جمعیت 5 نفر 6 نفر، از اون خانواده اون 5-6 نفر آدمای مثلا واقعا مرد نبودن. خب یه نفر از اونا به بلوغ فکری رسیده، نمیشه همش هم گذاشت پای خانواده. یعنی به ذات آدم ببین یه پکیج لازم داره. یعنی صرفا نمیتونی بگی خانواده درستی داشتی یا سختی کشیدی در میاد. پکیج هر کی مرد بودن به یه نحویه. خب هر کی از یه راهی میتونه به مرد بودن برسه. یکی یه خانواده درست داره، خب کمکش میکنن به اون بلوغ فکریه میرسه. یکی نه، ولی یکی میبینی تنهاست. به نظر من اون کسی که تو تنهایی تو سختی به مرد بودن رسیده خیلی لولش از ماها بالاتره. چرا؟ اون تنها بوده، کسی نبوده پشتش. خب پشتی نداشته. به همه نظر من مردا اینطوره. خب نه، مثال داره. میگم مثال دارم میگم همه اینجوری نیستن. خب با هم دیگه فرق مسیرها متفاوته. شما یکی از یه مسیری میرسه، یکی از یه مسیر دیگه میرسه بهش. خب ولی میگم اونم فقط نمیشه روش اتکا کرد که آقا بگن طریق خانواده. متوجه شدم. امیدوارم که صداش افتاده باشه. ببین من راجع به این موضوع یه خاطره تعریف کنم. حاجی کنترل کردن این پشت خیلی سخت‌تر از این جلوه. یعنی ما همه خیلی کار تموم میشه کنترل نکنیم ولی اونا نمیتونن. شنیدم داشت میخوند داره نمیاد صداش. غلطه. مثلا نگاه اون باش آواز میخون. بعد از اون یکی را آنا حالا لاتایا چی بگم جالب اینجاست ما خودمون ستا بدتر از بقیه، یعنی با یه میریم رو هوا. من یه خاطره تو این داستان تعریف کنم. من چند وقت پیش هلوش 3 صبح بود، توی خیابون بودم، داشتم برمیگشتم سمت خونه‌مون. یه پشت چراغ قرمزی وایسادم، سردم. عجیب غریب سرد، الان تهران سرده دیگه. پشت چراغ قرمزی وایسادم، یک بی ام وی اومد بغل ماشین من وایساد. یه دو تا ماشین اینورم خلوت بود. چراغ قرمزم همون چراغ قرمزای سرطانی که 3 روز طول میکشه تا سبز شه. یه دختر خانم خیلی خانوم و خوشگلی اومد کنار من تو سن 7-8. من خواست که ازش گل بخرم. خب من گل لازم نداشتم و اینا، زدم تو شوخی خنده بهش گفتم که برو از ماشین بغلی گل بگیر، اون پول داره و اینا. حرف من شیشه‌ام پایین بود، عین مکالمه‌شون رو داشتم میشیدم. اون دختر بچه رفت پیش اون ماشین، زد به شیشه، یه بار گفت آقا میشه من گل بخری؟ اون آقا هیچ جوابی نداد. دفعه دوم همین جمله رو بدون کوچکترین بی‌احترامی گفت و اون آقا شیشه‌شو داد پایین، کشید زیر گلش. من ماشینمو پارک کردم جلوی ماشینش، پیاده شدم. یه عملی رو و گرفت، یه روندی طی شد. سر آخر این شد که اون آقا نه رضا. تنها اون گلا رو خرید بلکه گل تمام اون کیپشون رو خرید به 2 برابر قیمت. مبلغ خوبی رو کارت کشید تا تونست بره خونه. ببین سیستم من اینجوری بود که میگفتم دم بابات گرم که برات ماشین رو خریده، چون تو قیافت میخوره که تنها تلاشت برای این ماشین اعتصاب غذا بوده. عمرن تو این کارو بتونی نه من ماکارونی نمیخورم. آره دقیقاً اعتصاب غذا بوده. هممونم داریم تلاش میکنیم، کار میکنیم که خانواده هامون در رفاه باشن. دم بابات گرم. ولی من بچه‌م اگر قرار باشه در رفاه باشه غلط میکنه اگر کسی رو ببینه که شریفه داره زحمت میکشه بخواد بهش بی احترامی. اون دختر بچه‌ای که تو اون ساعت داره اون کارو میکنه تو اون سختی، خیلی از من و اون آقا و امثال من مردتره. من خانوم‌هایی رو میشناسم که به عنوان مثال 3 شیفت تو کافه داره کار میکنه، تو شهر غریب داره زندگی میکنه به تنهایی، تا وقتی که با من میاد بیرون 2 بار من حساب کردم دفعه سوم اون حساب بکنه تا زیر بلیط من نمونه. مثلا رفیقی دارم، رفیق نزدیک خودمه، بچه طلاقه، داره یک جایی کار میکنه که صاحبکارش از این آقای بی ام وی خیلی آدم به درد نخورتریه، اون دیگه ته به درد نخوره. اون داره اونجا کار میکنه، اون سختی‌ها رو داره تحمل میکنه تا اینکه خودش نخره تا خواهرش چیزی لازم داشت بتونه بخره. اون خیلی از من مردتره.
یعنی اصلا ربطی نداره که تو پسری یا دختری، اصلا ربطی نداره که تو کدوم خانواده ای، اصلا ربطی نداره چه گذشته ای داشتی. مهم اون ذاتته، مهم اون سطح فشاریه که داری تحمل میکنی، تو رو به یه لولی میرسونه که رد میکنی. مثلا من خودم همیشه میگم خدا اگر دوستم داشته باشه من خودم رو بچه خدا میدونم. خب من دوست دارم که خدا به من آسیب بزنه، تو روز سختی منو قرار بده تا من لول آپ بشم. من اگر سختی نکشم هیچ وقت یه لول بالاتر نمیرم، اون سختیه که داره منو لول آپ می‌کنه. پس اگر اتفاقی میفته من شکر میکنم. تایمی باشه که من حالم خوب باشه هیچ اتفاقی نیفته، فکر کنم با تو اون روز داشتم گفتم حالم بد بود، دیدم چند وقته هیچ اتفاقی برای من نیفتاده، یه جای کار میلنگه، من پیشرفت نمیکنم و همه چیز خوب باشه. سیستم مرد شدنم به نظر همینه. اون فاکتورشو به ما نگفتیم محمد. فاکتور اصلی مرد بودن چیه؟ ایثار فاکتور. عمل سالم. نه جدی فاکتور چیه؟ فاکتور مرد بودن. ببین ایثاره برای من همیشه مهمتر بوده. یعنی ایثاره. چیزی داداش نمیبینم این ایثار رو فراتر از ازش این. خارج کن، به یه چیز دیگه داخل نه کن. خب ببین سیستمش همینه دیگه، میگه آخه مرد ببین بعد ایثار مرد باشه. خب ببین مثلا یه چیزی که مد شده الان میگن خب فلانی فلان کارو برای من نکرد، من خب این کارو براش نمیکنم. خب میگن مثلا مثل آینه باش با مردم، مثل خودشون باش با و هر کی اینا. مثل خودش ببین برخورد. این چیزیه که اگه قرار باشه 10% از مردم بد باشن، خب اون 90% دیگه هم خراب میکنن دیگه. این با این برخورد کنه اونها هی بیشتر میشن اون بدا. خب من مخالف این قضیه‌ام که مثل آینه برخورد کنی. یعنی یه آدمی چون بد یکی با تو بدی رفتار کرد، میکنه، یکی به دری خب کرد تو تو با هم مثلا خوبی نه، این امکان حالا نیست. ببین مثلا این نیست که خوبی، خب سعی کنید رد کنی. این خیلی سیستمش اینجوریه تو گاوی قرار نیست من گاو باشم. میدونی بعد با بد کنه پس فرق چیست؟ میگه بد با بد کند پس فرق چیست؟ اینو رو کجا نوشته پوش کامیون؟ نیسان تصویه حامیه. زندان. شما چی ازت. فاکتور اصلی مرد بودن چیه؟ قوی بودن. قوی بودن. مرد باید قوی باشه تو هر شرایطی. تو چی؟ ایثار ایثار مال منه، دیالوگ خودتون. ایثار مال من. فاکتور چیه؟ با همینا که مثلا شما میگین و هستم، به قول مافیای بازی ها پشت دستم بازی میکنم. مرد بودن آره همیناست، کهناش همینه. همین. بلندتر بچه صحبت. چیزی به ذهنم نمیرسه فعلا. ببین من خودم اینجوری نگاه میکنم مرد بودن و چند تا فاکتور براش دارم. فاکتور اصلیش از خودگذشتگی. تو باید از خودت بگذری تا یک سری آدمی که دوستشون داری براشون اهمیت داشته باشی در رفاه. شرایط سخت بجنگه. یه فاکتور بچه‌ها تو شرایط سخت بجنگن. تو من چه فاکتور بعدی مرد بودنم اینه که یارو خانواده پرست باشه. هیچ مردی رو پیدا نمی‌کنی که واقعا مرد باشه و خانواده پرست نباشه. این مثالش رو بخوام بزنم، به نظر من نسل پدران قدیم طلایی ما، آره نسل طلایی پدر مادرها نسل پدر مادرای خودمون بودن، نه قبلشون. فقط اون نسل بوده. قبلشون سیستم اینجوری بود که بچه به دنیا میومد علی الله مینداختن وسط دیگه، حالا برو خود بزرگ شو دیگه. یا نسل الان اینجوریه که داره به این فکر میکنه که بچه به دنیا بیاد رفاه من به این نمیره، تفریح من به این نمیره، سفر میتونم برم، فلان دقیقاً. کارو میتونم بکنم. ولی الان تو نسلی که پدر و مادرای ما بودن ما هممون تقریبا یک سطح اجتماعی رو داریم، همه تو یه محله تقریبا زندگی میکنیم، سیستممون همه شبیه همه، هیچ کدوم هم خدا رو شکر ندار نیستیم، همه دستا به دهن میرسیم. من خودم بارها یادمه که من خرید کردم ولی پدرم خرید نکرد. این رو نداریش نبوده، صرفا ترجیح میداده من یه لول بهتر بخرم تا اینکه اون پول تقسیم به دو بشه. یا مثلا بابای من تفریحی نداره که تنها باشه. من بچه بودم از باشگاه داشتم برمیگشتم، من جیگر خیلی دوست دارم، بهش گفتم بریم چند سیخ جیگر بخوریم، برگشت به من گفتش که وایسا همه خانواده باشن با هم بخوریم. غیرت. آره سیستمش اینجوریه که دوست نداره خودش خوب باشه بقیه حالشون خوب نباشه. میگه حالا خوبه رو بذار با خانواده‌ام، با کل آره خانواده‌ام خیلی. تقسیمش کنم. این قوی بودنی که اماد گفت باید جنگجو و قوی باشه یه مسئله ایجاد میکنه. تو بارها مجبور میشی نقش بازی بکنی. یعنی یک مرد تو زندگیش علاوه کاری، علاوه عاطفی، احساسی، هر چیزی که فکرشو بکنی بارها پیش میاد که به فروپاشی میرسه. از تو داغونه. هممونم رسیدیم. آره دیگه. ولی تو مجبوری نقش بازی بکنی، بگی کار بخندی خونت که بکشی. نفهمن چته. آره
نقش بازی میکنی شماها؟ من آره. تو چی؟ خیلی کم سعی میکنم. حالت خودت بده باشی؟ میگی حالت بده یا نه تو خونه آره من خوشحالی کلاً- به پدر مادرت نشون میده. الزار یه نمی‌دونم خوشحالی چی. تو به پدر و مادرت نشون من کات نمی کنم آقا یه دونه بوق بذار چیک چیک نیومه. شما چی؟ شما هم سیستمتون اینجوری نقش زیاد بازی می‌کنی؟ والا من خودم بودم. من از اول زندگیم خودم بودم. بعد من خب جدا شدم. به خاطر هم میگم مرد بودن به جنسیتش نیست. من خودم تمام مخارج زندگیم با خودم بود. چه اون موقعی که مرد داشتم چه الان که ندارم. نه خانم خودش الان این کار مرده. بله دقیقاً همینه. یعنی من یه پسر 27 ساله دارم و اینکه از اولش چون زمان که کار میکردم حالا همسرم بود، بعد از اینم که جدا شدم، اینکه چون بچه طلاق بود یعنی خودم رو وقف اون بچه کردم. یعنی گفتم که هم خب پدر بودید هم مادر. دقیقاً هم پدر بودم هم مادر بودم و اینکه خیلی سختی کشیدم. این نبود که به راحتی بخوام این زندگی رو اداره بکنم، با اینکه بچم اصلا پیش خودم نبود. حال بدتون نشون میدادی به نه من خیلی موقع ها شده که حالا نمیدونم این کجا میخواد پخش بشه، خیلی موقع ها بود که من بچه‌مو مثلا اوایلش که جدا شده بودم اصلا نمیدیدم. من پدرم و همسرم، پدر مادر همسرم همسایه بودن. من بچه‌م اون بالا گریه میکرد که من شاید 10 تا گوشی برای بچه‌م خریدم. گوشیشو پدرش میشکون که با من ارتباط نداشته باشه. من انقدر خودم رو قوی نگه داشتم با اینکه خانواده‌ام خیلی اذیت میشدن، میدیدن هی به من میگفتن خب اینو ببر پیش خودش. خب اگر من میبردم اینو پیش خودم خب یه سری چیزها از زندگی پسرم حذف میشد و من نمیخواستم اینجوری باشه. میخواستم این ارتباطه باشه. یعنی خب من چون یه مادر بودم میتونستم تحمل بکنم یه سری سختی ها رو، ولی یه پدر نمیتونست. یعنی پدر بچه من نمیتونست که مثلا ببینه که این بچه با من زندگی کنه. حالا یه سری شرایط ها ایجاد میکرد که من اصلا دوست نداشتم. به خاطر همین سعی کردم که خیلی چیزا رو از خودم بزنم چون مادرم، که اون به اون سختیه نرسه. چه بسا که من 3 سال حتی با پسرم صحبت نمی کردم. می دیدمش ولی صحبت نمی کردم که اون راحت باشه. حالا بعد این سختی ها تموم شد. این که میگم مرد بودم این نبود که مثلا من خیلی سختی کشیدم که به اینجا رسیدم و این نبود که خودم فقط بالا بیام. میگید که فقط مردا باید استوار باشن، مرد باید تو خودش بریزه. نه، من از خودم گذشتم که بچم به یه جایی برسه که خدا رو شکر الان یه جایی رسوندمش که شاید الان از من خیلی بالاتر باشه و اگر من هر کاری کردم اون کاری کرد که بزرگ شد. یعنی تقریبا از من یاد گرفت که باید قوی باشه. اگر پدرش اجازه نمیده با من صحبت بکنه باید قوی باشه، باید تحمل بکنه که پدره به اون نقطه برسه که آقا من مادرم، این مامان منه. و سعی کردم که میگم یه جورایی هندل کنم این زندگی رو که بتونم جای خالی که پدرش داشت، یعنی خب پدرش اصلا ما چون جدا شدیم خیلی براش سخت بود. خب اون بچه خیلی فشار اومد، ولی در کل الان خیلی راضیم با همه سختی هایی که کشیدم. اینکه یه بچه‌ای رو تحویل جامعه دادم که عین خودم قویه. یعنی طوری شده که من تا زمانی که پسرم ازدواج کرد 28 شهریور ماه، تنها جمله‌ای که تونست بهم بگه گفت من پدرش آخه فوت کرد. پدرش قبل از عروسی پسرم فوت کرد. تنها جمله‌ای که تونست به من بگه گفتش که مامان من تا امروز متوجه نشدم که تو برام هم پدر بودی هم مادر. من پدر ندارم ولی الان متوجه شدم که چون اون موقع بود گفت پدر دارم آره، ولی چون نبود و حالا این مشکلاتی که برای ما ایجاد شد برای حالا ازدواج این بچه، میگفت الان احساس کردم که تو این مدت چقدر سختی کشیدی که من به اینجا برسم. به خاطر همین
من یه مسئله کوتاه بگم. سیستم مرد بودن اینجوریه که تو وقتی مردی خیلی تشویق نمیشی که مردی. ما یه نمونه بارز اون نسل طلاییه که گفتم یا یک نمونه بارز مرد بودن رو الان شنیدیم. یه تشویق ریز بکنیم همه بچه‌هایی که بودن. دمتون گرم که اینقدر مرد بودید. واقعا دمتون گرم که بشید تو ماشین. بعضی از زنها هم مرد بالا دقیقا یه سری از خانوما خیلی مرد بودن تو زندگیشون. از پایین هم دارن تشویق میکنن. ببین این سیستم نقش بازی کردنه، حالا بحث چرخید رفت اونور، برگردیم بحث خودمون. این سیستم نقش بازی کردنه یه جاهایی اذیت زیاد میکنه دیگه. یکی از اون اذیت هامون اینه که ما از بچگی، حالا به درست یا غلط، به ما گفتن که مرد گریه نمیکنه. حالا این مردی که میگم حالا برای شما هم قاعدتا صدق میکنه. میکنه دیگه. ما الان خیلی جدا صحبت نمی‌کنیم، تو یک کاتگوری داریم صحبت می‌کنیم. مرد گریه نمی‌کنه. مرد گریه می‌کنه محمد؟ مرد گریه میکنه. به نظرت مرد باید گریه کنه؟ باید و نباید نه، یه اتفاق میفته دیگه. گریهش بیاد باید گریه بکنه. نه خب باید و اینکه نباید داره دیگه. نباید گریه نه. این اصلا نیست. چرا نباید گریه کنه؟ نه من دارم باید میگم باید گریه گریه کنم. میگم. برعکسش. نه باید چی؟ دیسه نباید گریه کنه. برعکس. چرا نباید گریه کنه؟ تو چی حسین؟ مرد مرد گریه میکنه؟ مرد گریه می‌کنه. گریه کنه. مرد خیلی هم گریه درسته می‌کنه. احساسات آدم با هم متفاوته، ولی بازم هر چی باشی یه جا کم یه جایی باید خودتو خالی کنی دیگه. همه مردم میرزن تو خودشون. من اینو احساس می‌کنم نظر من با بقیه یکی باشه. همه مردا میرزن تو خودشون، مثلا خانم‌ها اینجوری باشن. همون ایثار است دیگه. ولی ولی بریزی تو خودت. میریزی تو خود. این بالاخره یه جا لبریز میشه دیگه، یه جا باید خالی بشه، این سطح پر میشه. مردا میشه تو تنهایی. آفرین. آفرین. تو تنهایی. من خودم هم یکی از چیزایی که شما اصلا دارم تو جمع تنهاییه. تو این چند سال گذشته گریه کردین؟ نه به جز هیئت جای دیگه آره من منم فکر می‌کنم. چرا من کردم؟ جمع نبوده، یه نفر بوده. تنهایی بوده. نه یک نفر دیگه. تنهایی با علاوه اصلا مثبت سیستم یک. سر این بود که من سر اون ما داشتم. هیچ موقع تنها نیستیم. خدا همیشه با ما. سلام خدا. سلام بهونه قشنگ زندگی. یه سلام نوکرم. شما چی؟ من که متوجه سلاح شدی؟ سلاح زنان که گریه است دیگه. سوء استفاده ابزاری. آره دیگه. ولی من خودم اصولا کم گریه میکنم. اگرم گریه کنم سعی میکنم که جلوی جمع گریه نکنم. تو تنهاییتون. تو تنهایی گریه کردم. این هم پرایوسی هست دیگه. خب ببین اون گریهه باعث میشه که این نقش بازی کردنه اصلا یک خلایی رو ایجاد میکنه که این جمله معروف به وجود میاد که پشت هر مردی یک زن موفق هست. چون تو بارها الان گفتم تو به فروپاشی میرسی که اگر یکی باشه که حمایتت بکنه کار در میاد. صد یه لول بالاتر. میدونم که تو با این جمله موافق نیستی. درسته؟ بگی نگی منظور ببین آخه میتونه یه ذره خوبه. صدا میاد. ببین یه خانومی میتونه یه انتخاب اشتباهی، یه خانوم میتونه ببره بالا یا میتونه برعکس تو رو بیاره پایین. یعنی برعکس هم میتونه این اتفاق بیفته. یعنی دلیلی نیست، دلیل محکمی نیست که بگی آره هر مرد موفقی یک زن پشتش، یک زن موفق پشتش. شما با این حرفا دقیقاً شما کی موافقی؟ من موافقم که هر مردی یه زن موفق میتونه باشه. خب 2-2 تو یه تیم نشستیم. میتونه. آره یعنی آره. 5-3 حرف ما باز تاییده. میتونه قطعاً. قطعی نیست. من آره. موافق نیستم با این حرف. چون تلاش آخه ببین تلاش خود آدمی زادم به تنهایی میتونه آره. اینشو چیز کنه، جذب کنه، من یه توضیح بدم. عزمشو جذب کنه. من میگم این چیزی که شما میگید احتمال داره درست باشه ولی 1 در میلیون. خیلی چیز عجیب غریبی باید باشه. خب من میگم وقتی یا پای یک خانومی در میون هست همون لحظه که داره کمکت میکنه هلت میده جلو، یا پای خانومی هم اگر در میان نباشه موفقیت تو به خاطر اینه که خانومی در میان نیست. به اون ربطی نداره. ببین شما خب وقتی در این مسئله قرار میگیری احساس وظیفه میکنی. خب دیگه ببین برای خودت نیستی که وظیفه تو زندگیت نداشته باشی. خب اون احساس وظیفه، اون مسئولیت هست که داره تو رو هول میده جلو.
خب خیلی از آدما میتونن اون احساس وظیفه رو یا احساس به قولی مسئولیت رو خودشون بر خودشون ایجاد کنن. میدونی؟ شاید من خودم اینطوری هم، من خودم اینجوری هم تا درد نداشته باشم کار نمیکنم. هر موفقیتی که الان بهش رسیدم سر این بوده که یه جایی به چخ رفتم تا به خودم اومدم. توی ویدیو قبلیمون صحبت کردیم. ویدیو قبلی من راجع به یه عمویی صحبت کردم. اگه اون دوست حتما. دارید اون عمو رو ببینید بیاید ویدیو باشه قبلی یه ببینید. مرد موفقی یه زن موفقی. ما هم همینو گفتم. تو هم با این موافقی؟ تو هم همین موافقی؟ این دلش زنش زمان آدم- آقا نه، بچهای آقا، پشت کیا موافقن با این جمله که پشت لایک، هر آدم لایک. موفقی یک آدم موفق دیگه ای هست. یک آدم رأی موفق بگیرید. دیگه. لایک بده. یک حالا چون آدم موفق نه یک چون خانم. نه خب الان چون شما هستین کتگوری زن رو داریم جدا نمی‌کنیم. باشه حتی یا خانم و آقای موفق یک زن و مرد موفقی هستن. جنس کیا مخالف. قبول دارن بگن به ما؟ شما قبول داری؟ شما هم قبول داری. علی تو قبول نداری؟ تو هم قبول. تو چی؟ تو قبول نداری. مثلا 1 2 3 4 5 نفر قبول دارن، 5 6 7 نفر قبول دارن، 3 نفر قبول ندارن. آقا تصمیم شد صلوات کن. چی الان ما بردیم ما بردیم. آقا من حتما یکی پشتشه. شاید یکی باشه که تنهایی به ما حالا یه چی بردیم. بگم من. الیاس منظورش اینه که به تنهاییه، میگه این قبلا یه حرکتی روش انجام شد از من طریق میگم یه خانوم همون که این تنهایی بلا هم سرش این کارو اومد. کرده. ببین اون تنهایی که تو داری میگی از نبودن اون خانم خب پیش چرا میاد. همیشه فکر می‌کنی یه خانوم باعث شده؟ منظورش فکر نمی‌کنی اینه. یه مرد ضعفه، باعث ضعف. شده؟ مردا رو مرد اون مثالی که مردا زدی رو من یه چیزی بگم، مردا رو مردا نمیتونن شکست بدن. مردو فقط زن میتونه بزنه زمین. هیچ مردی یه زن نمیتونه موفق اون موقع چرا؟ چیش پس یه زنی که موفقه اون موقع یه زنها مرد رو باید مردا میتونن شکست اصلا بدن. همچین چیزی زنی حریف زنی نمیشه. اصلا همچین چیزی اگر مهربون به قضیه نگاه کنیم زنی اصلا حریف واقعا زنی همچین چیزی نمیشه. نیست. چرا فکر می‌کنی همچین من از چیزی؟ طرف پسرا میدونم که هیچ مردی یه نمیتونه زن حریف موفق مرد چرا فکر می‌کنی یه مرد موفق باید پشتش باشه؟ به تنهایی موفق شده. به تنهایی. من خودم یه آدمیم که به تنهایی موفقم. چی دلیل موفقیتتون شد؟ تنهایی. درسته؟ تنهایی از کجا اومد؟ تو صحبتاتون گفتید نبوده همسرتون، پس یه نفر پشت قضیه بود. منم نه، به این نبوده اشاره کردم. همسر. یک نبودم مرد منم موفق. همینو دارم میگم. یک نفر موفق نبوده که یک نفری بوده خب که منم شخصیت همینو دارم تنبیه میگم. داشته. میگم پشت هر آدمی یک انسان دیگه ای بوده. هیچ نه، کس خودجوش به این نتیجه نرسید. یک فرد موفق پشتش بوده. نه این شخص آدم موفقی نبوده. باعثش ببین بذار مثالی باعث که دیگه منم همین دارم میگم. مثالی که باعث تو زدی رو من موفقیت بگم. یک انسان دیگری است. این میگه مثلا یه نفر عاشق یکی بوده، میگه تو مثلا چون وزنت زیاده من دوست دارم با ادامه بدم، مثلا تموم بشه طلاق، دقیقاً. مثلا اینجوری. انگیزه میشه. خب این منظورش اونه. اصلا تو حتی میری اگرم انسان موفقی میری پشت خودتو باشه تلاش خب شما فکر میکنی. می‌کنی الان چون مثلا همسر سابق من موفق نبوده من مثلا یه تلنگری بوده به من که من موفق بشم؟ آره دیگه. تقریبا. من فکر میکنم اگر مثلا اون اتفاق برای شما نمیافتاد انقدر لزومی به حرکت رو به جلو نبود. خب من اصلا به اون نگاه نمی‌کردم. به خودشون نگاه نمی‌کردی ولی به شرایطی که ایشون درست کرده بود قطعا نگاه می‌کردی. اون شرایط باعث شده بود که به بچه‌تون بیشتر فکر بکنید، به فکر رفاه بچه‌تون تو سطح بالاتری باشین. جدی‌تر به اون مسئله نگاه بکنید. فکر درسته؟ می‌کنم این ذاتیه، به ذات خود آدم بستگی دور داره. هست. نظره دیگه. فکر عقاید می‌کنم متفاوت هست. تایم یه سوال دیگه‌مون آره. شده. یه سوال دیگه‌مون اینه که غیرت تو کشور ما چیز متفاوتی با کل دنیا. ما یه حد نصاب بالاتری رو داریم تجربه غیرت. اول به من بگید غیرت یعنی چی؟ من همیشه من اول جواب آره بدم. حسین من تو جواب استراحت بده. کنم. اگه داری جواب خستم. بده. غیرت یعنی نزدیک چی؟ غیرت یعنی چی یعنی چی؟ غیرت رو معنی کن برام. چه جالب بود. مفهوم از غیرت یک آدم با غیرت چه چیزی برداشتم داره؟ از غیرت تعصب. تعصب. شما چی؟ والا همه مردا غیرت رو تو تعصب می‌بینن. اینکه حالا همه مردا نه من نمیبینم. حالا در ادامه تو آره بگو. مثلا الان یه جا رفتن آقایون نشستن خانم یقتو ببند خانم فلان شد اینو فکر میکنن غیرته. به نظر من غیرت یک مرد این نیست که
چه میدونم گیر بده، یا اینکه مثلا اینو بپوش، این کارو بکن، این کارو نکن، من رو تعصب دارم. غیرت آدما به اون مردونگی است، به بزرگ بودنش. این از رو دوست داشتن نیست. کلمه میخواستم همین رو بگم. مردایی که اینجورین از دید من خانم، خیلی مردا میگن که ما چون خیلی دوستشون داریم گیر خب دادنه گیر از رو میدیم. دوست خب داشتن. نه، من که تو این جامعه دارم تنها زندگی میکنم، این نیست که مثلا مردا چون خیلی طرفشون رو دوست دارن گیر میدن. نه، مردا چون خیلی چیزها رو دیدن، خیلی چیزها رو از خانوما دیدن، فکر میکنن اگر این خانم رو رها بکنن ممکنه اون اتفاقایی که دیدن برای اون خانمشون به وجود بیاد. من یه اون کامنتی نیست که الان بدم. بذارن بگن مثلا الان این خانم بره تو داخل یه مرد، من اینو الان ببرم داخل این مهمونی، ممکنه مثلا این مونچش داشته باشه، دوستان بهش نگاه بکنن. چرا؟ چون خودش تو جایی قرار گرفته، چیزهایی دیده از خانوما، چیزهایی دیده از مردا که همجنس خودشن، اون افکارشو مریض کرده. پس غیرت یک مرد به این نیست که بگی دوستش داره، دوست داشتن نیست، این اذیت کردن یه خانومه. شما میتونی دوست داشتن تو طور دیگه به یه خانم بفهمونی. من یه توضیحی من اصلا نظر خودم تو دارم بگم. من خودم همین چیزی هم که همین جامعه داره میبینه، ولی دیدم این نیست، دارم سعی میکنم به دیدم برسم. خب من خودم دختر بچه کوچولو خیلی دوست دارم پدر یک دختر بشم، ولی هیچ وقت نمیخوام این اتفاق بیفته، چون مطمئنم پدر خوبی برای اون بچه نمیشم. چون واقعا تعصب علیکی به خاطر دیگه. همون طرز فکرایی که میگید. من 2 تا دلیل برای این طرز فکرام دارم که اصلا تایید نمیکنم، منم دارم میگم این طرز فکر اشتباهه. خب ولی این چیزی که تو ذهن منه 2 تا چیز میاد. یک، از دوست داشتن طرف مقابل من ترس پیدا میکنم. این برای زمان قدیم بوده. نه که من الان توضیح الانیایی که الان مردای امروز ما که بگن زناشون رو دوست دارن و روشون تعصب دارن، آی تو اینجا نرو، من خودم ببرم، خودم بیارم، من فلان کنم، خانومه رو انقدر تو منگنه قرار میدن که خانومه میگه واو الان بیرون چه خبره، این آقا من نمیذاره من برم مثلا فلان کارو بکنم، در صورتی که این نیست. خب من دید خودمم دیگه. من دید من اینه، من انقدری تو جمع‌های من خودم پسرم، خودم انقدر کارهای کردم یا رفیقای خودم، کسایی که باشون معاشرت داشتم، انقدر چیزا، من اصلا کاری ندارم اون خانم چیکار میکنه، من از پسره میترسم. اتفاقا برعکس شما من میگم، من نگران اون پسرم. از چون دید اون دیدم- پسر نگاه آره میکنه. من چون دیدم چیکار میتونن بکنن پسرا. خب من ترس از دست دادن دارم. نگران این- میشه میگه ما همجنسای خودمون بهتر باریکلا ما می‌شناسیم. هم جنسای خودمون رو بهتر پسرا مرد حالا پس اون غیرته نیست یا دیگه. پسرا رو بهتر غیرته میشناسن، خانوما خودشون رو بیشتر میشناسن. خب خانوما همجنس خودشون رو نمی‌کنم میشناسن. صدای پس اینو جواب نمیشه بدم. گذاشت اسمشو خب غیرت. ولی اصولیش نکن بخوای حساب بکنی میتونه تا مقداریش درست باشه. چرا؟ چون وقتی من نوعی، من پسر همجنس خودم میشناسم، میدونم چه کارهایی از دست همجنس خودم اگه برمیاد، خانومتو بشناسی- اون گیر دادنه بیشتر واسه اونه. اگه خب خانومتو خوب بشناسی، آره اگر خوب اون خانومو رشد داده باشی، دقیقاً خب اونم اون میتونه خانوم باشه. اگر مثلا دارم میگم بین 100 تا پسر قرار بگیره، خب بهترین رول رو داشته باشه از همسر خودش، از دوست پسر خودش، قطعا ارجحیتش همون همسر یا دوست پسرش. رو دوست پسر کلمه نامزد رو بذار. نامزدشون ببین حرف پارتنر. جواب پارتنر. دو تا غیرشی. حرف رها خانم حرف درستیه. خب ما دیدمون رو داریم میگیم، ولی این چیزی که داریم میبینیم رو میگیم، اصلا تاییدش نمیکنم. من با شما، من خودم غیرت رو تو این تبدیل میکنم که من نقطه امن باشم برای دقیقاً. یعنی اگر مثلا خواهر من، ناموس من، کسی که روش غیرت دارم، اتفاق بدی براش تو جامعه افتاده، اولین نگرانیش این نباشه که من بفهمم، اولین نقطه امنش این باشه که من بفهمم، به اولین نفری که بگه بیاد به من. پناه باشی. آره پناهش باشم، کلمه درستش پناه. نه من آره پناهش باشم. فکر میکنم این درسته. غیر من خودم هنوز نرسیدم به اینا، منم تو همین کشور بزرگ شدم، تازه جای سفترش هم بزرگ شدم که عجیب غریب تره. من دیدم اینو ولی هنوز بهش نرسیدم. فکر میکنم درسته غیرتم همینه که پناه طرف مقابلت بشی. در بلند خانوما شد. اینو دوست دارن ها، این ایراده، این گیر دادن رو دوست دارن به ذات تا یه حدی، تا حد معقول خودش لذت میبرن از اینکه طرف بهشون داره توجه میکنه، این احساس میکنه تمام زونش رو منه،
تا یه حدی، نه زیادترش. افراط بشه خراب میشه. اما این که غیرت رو فقط اون بدونیم غلطه و اونو بذاریم کنار، بقیه چیزا رو قرار بدیم اونم غلطه. من که فکر کنم خانوم اگر آزاد بذاری، بهش بها بدی، هر جایی که دوست داشته باشه با اطمینان بگی که من بهت اطمینان دارم تا هر جایی میری، این خیلی قشنگتره که نه من خودم میبرم خودم نه میبرم. نه خانم، اصلا به اطمینان من و شما نیستش، بستگی به ذات شما. اولین بس ذات خانم دقیقا ریشه ای طرف. من فکر میکنم اون مرد میتونه یه زن رو واقعا رشد نه. پرورش نه. بده. ببین رها خانم، اصلا بحث این چیزا نیست. بس اینه که چون من هر چقدر آدم درستی تو زندگی شما باشم همیشه بهتر از من وجود داره. لحاظ قیافه‌ای همچین چیزی نیست. بذارید توضیحم بدم. لحاظ قیافه‌ای، موقعیت اجتماعی، هر چیزی که فکرشو میکنید. من هر چقدر مرد خوبی برای پارتنرم باشم، پارتنرم با دیدنش میتونه بره. حالا اگر پارتنرم من ذات درستی داشته باشه، هر چقدر من آدم بدی باشم، وقتی انتخابش من باشم دیگه تمام. خب شما اگر گیرم بدین، شما آره، یه منم خانم یا موافقتونم. آقایی رو حتی اگر تو شیشه هم قرار بدی کارشو بخواد بکنه شما میکنه. ماهی رو هر چقدر محکم‌تر بگیری بله. نیز میخوره. خب هر چیزی شما به کنترلش، به تعادلش داشته باشید. خب درست. اما آدمی که ذاتش، ریشش یه مقداری گندگی داشته باشه، شما خودت هم بکشی تا خودش نخواد درست آفرین، تا نمیشه. خود طرف شما نخواد بها شما بهش نمی‌تونی. بدی بدتر میشه، اصلا بهتر نمیشه. این چیزی که من بارها دیدم، تجربه کردم، نفرات مختلف. خیلی آدم ها اصلا جنبه اینو ندارن که من خانوم خیلی موقع هستش که مثلا جنبه نداره که طرف خیلی مثلا بگه دوست دارم، خیلی بهش توجه بکنه، خیلی فکر میکنیم چه خبره. خب اینجوریه. به من بها نده. یه موقعی هم میبینی نه یه خانومی میبینی مثلا با یه چه میدونم دوست دارم ساده انقدر رام میشه، انقدر به اون زندگی دلگرم میشه که اصلا آدم فکر میکنه که مثلا خب اینا چقدر زندگی قشنگه ذاته. پس من دارم همینو میگم، پس به گیر دادنه به غیرت یک مرد نیست که شما فکر کنی اگر به خانومت بگی اینجا برو اینجا نرو، به پارتنرت بگی اینجا من خودم میبرم خودم میارم. من اگر کسی بخواد بگه من خودم میبرمت خودم میارمت ناراحت میشه. میگم اگر تو به من من اگر بخوام کاری بکنم میکنم. چرا به دیدن کمک کردن نگاه نمی‌کنی؟ اصلا کمک نیست. ببین کسی که بخواد کمک کنه میتونه ازت بپرسه خب من الان کار ندارم میتونم تو رو ببرم. این خیلی قضیهش فرق میکنه تا اینکه نه من شما میشینی من کارم تموم شه خودم میبرم خودم میارم. ما داریم راجع به ایران صحبت می‌کنیم. ایران هم باشه، ایران هم خیلی مردایی هستن که اتفاقا خیلی به من خودم خانومشون بها تجربه داشتم. میدن. من این حرفو زدم یارو شب بخیر گفت حالا رفت. من سه بعد از ظهر. من همسرم ناراحت شد. من همسرم با من تو 14 سالی که زندگی کردم با ایشون من 10 روز مأموریت بودم، چه بسا که 5 روز اصلا من نمیتونستم جواب تلفن ایشون رو بدم. تو ایران این قفله می‌کردم. دیگه، تو ذهن ایران نه قفله. ببینید وقتی یه مردی به خانومش اطمینان داشته باشه به نظر من اون گیر دادنه و اینا واقعا بدتر خرابش میکنه تا اینکه بخواد تو گیر بده که بابا این هی به من گیر میده، من که هیچ کاری نمیکنم این هی به من گیر میده. خب ببین خسته میکنه یه خانومو. هر چیزی حدی داره، اون حدش اون آقا گفتم اون نه اینکه خیلی اونوری نه خیلی اینوری، یعنی دوست داشتن تعادل یه طور برقرار باشه. باشه. رو به این برای میشه کاتو اون میترسم. اطمینان کی به وجود میاره در اون مرد؟ رفتار اون خانم. اون خانم اگر حرکات اشتباهی نابجایی داشته باشه قطعا خب اون اون گیر آره اون دادنه، حق میدم اون بهتون. غیرتی که ما میگیم تعصب قطعا بیشتر اون میشه هست. چون خب. حساس میشه. خب حسن یه مرد چقدر میتونه یه خانم کنترل کنه؟ میشه اینو به من بگی؟ کار از دستش در میره. آفرین. یه این مرد ته نمیتونه نداره. صبح تا شب که بشینه تو خونه مواظب یه خانم باشه. تهش اینه که یا خدا باید یه خانومو خب بپذیری حالا با هر خوب و بدش، آقا این خانم حالا یه جایی مثلا سرگوشش میجنبه، یا اون آقا میپذیره. نمیتونه که صبح تا شب تو بشینی بغل اون خانم بگی که چون الان مثلا من به این شک دارم صبح تا شب بشینم اینو بپام که این چیکار میکنه. بحث اعتماده. اعتماد است. تو یا اعتماد میکنی یا اعتماد نمیکنی، پس خودتو اذیت میکنی. تو صبح تا شب نمیتونی بغل یه خانم باشی و یک مردم میتونه همچین حالتی رو داشته باشه برای یه خانم. اینجا برمیگره به اون انتخاب درستی که ذات آفرین. درستی داشته انتخاب باشه درست. بتونه باعث موفقیتت بشه.
دقیقاً همین. من فکر میکنم بچه‌ها میکروفون رو ما بدیم بچه‌ها پشت بیان بشینن تو انقدر موضوع ما بیشتر داریم لذت میبریم دارید صحبت میکنید. همش برای نظرم مهران آره بچه‌ها بچه‌ش جالب بود، بحث خیلی قشنگی من شد. فکر میکنم خیلی قشنگ رفت شد. آره. کامنتی دارید اضافه کنید؟ حرفی داریم؟ سلام خدا. سلام نوکر. نوکرتم. شما چیزی دارین اضافه کنید؟ خیلی ممنون که سلام. تو این برنامه ما شرکت کردید. ما خیلی خوشحالیم از اینکه اولین اپیزودمون اولین مهمونمون یک خانم بود. این باعث افتخار ما. یه تشکر دیگه بکنم اگر حرفی نداریم که بریم. من یه چی بگم فقط بله. اون غیرت وقت نشد من صحبت کنم راجع بهش. خیلی بحث کلم نکن بود. این اخبار به تو میدم 30 ثانیه میشه بخریم. آره مناظره دایرت کمه. واسه در بدم تا حرف قطع کنه. میکروفون رو خاموش شروع شد. وایسا صبر کن اجازه بده. ببین اون غیرته با اون مریضی روانی خیلی متفاوته. خب یعنی اون احساس امنیت دادنه به قول شما، خب یه مسئلهشه و احساس خوبی داشته باشه. یعنی طرفت احساس خوبی داشته باشه این قضیه. یعنی این اگه احساس بدی بهش بده نه تنها کیفیتی به اون اضافه نمیکنه بلکه یارو اصلا میگن مثلا طرف کاری نمیکنه هی بهش تهمت یه کاریو میزنی آفرین اصلا میره. راغب میشه اون کارو انجام بده، میگه آش نخورده و دهن سوخته. میدونی یعنی بدتر چی میکنه. 30 ثانیه. یه جمله درست بود که گفتن هر چی صفر بگیری بدتر در میاد. باید مهربون. من یه چیز دیگه شنیدم میگن هر چی بیشتر تحت فشار باشه یه چیزی دیگه می‌کنه. آره حالا من سعی کردم مؤدبانه ترش کنم. این اصولیشه حالا. خب خیلی ممنون. فلزا یه چیزی هم درود بده. بر بس شما. آقا، بس. سلام نوکر. تایممون رفته. ما یه تشکری بکنیم از بچه‌های گفتم فلزا. سفره‌خانه نیستان نیستان که این لوکیشن رو در اختیار ما قرار دادن. خیلی لطف کردن به ما. دمتون گرم. یه محیط خیلی باحالیه. تو این محیط یه بخش لوژ خانوادگی داره که خیلی راحت با خانواده‌هاتون میتونید تشریف بیارید. طبقه پایینشون جوش مثل قهوه خونه‌هایی که تو فیلم‌ها می‌بینید نیست. یک مش انسان آدم حسابی هستن. هم لحاظ کیفیت و قیمت هم همه چیز درست و میزان و مرتبه. حتما توی کپشن آدرس و اینجور چیزاشون رو نوشتیم. تشریف اگر بیارین. خواستید تشریف بیارین. کد بچه‌ها تخفیف اینجا هم میگیریم هست. براتون. کد تخفیف میدیم بهمون 1% یا 10%. چند درصد؟ 3.5 از طرف درصد. زیرزمین ذهن بچه‌های 3.5%. خیلی ممنون که ما رو نگاه کردید. دمتون گرم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما کامنت یادتون بذارید. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار. خداحافظ. مرسی. السلام.